امروز 2 سال از 6 بهمن 1341 می‌گذرد، روزی که به تصویب شما ملت ایران 2500 سال تاریخ اجتماعی ایران را ورق زدیم و یک مرتبه و همه جانبه وارد ردیف اول ملل و اجتماعات مترقی امروز جهان شدیم. عظمت و قاطعیت انقلاب ما و جواب مثبت و خرد کننده شما به قدری بود که برای دشمنان ایران حالت بهت و سرگیجی پیدا شد. روز 6 بهمن با تصویب ملت بدون اینکه از دماغ کسی خونی جاری شود به عنوان انقلاب سفید شاه و مردم وارد تاریخ شد. اما من پیش بینی می کردم که 2 جناح، یعنی مخربین بیوطن سرخ و مرتجعین سیاه، آرام نخواهند نشست، چون دنیای آنها تمام می شد. در اسفند 1341 در فارس مرتجعین دزد قاتل قطاع الطریق را راه انداختند که قوای انتظامی با دادن 65 قربانی خاموش ساخت. در 15 خرداد 1342 در تهران اوضاعی چنان وحشیانه به پا ساختند که از ذکرش شرم دارم، که آن هم با سرکوبی جاهلین و خائنین خاتمه پیدا کرد. تمام تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است ما را باز به همین اتحاد نامقدس مورد سوء قصد به جان منصور نخست وزیر میرساند. منصور چه کرده بود؟ غیر از این که در اجرای هدفهای انقلاب 6 بهمن با پاکی و صمیمیت روزی 20 ساعت کار میکرد، غیر از این که برای اجرای این برنامه‌های فنی قیافه‌های جدید تحصیل کرده و متخصص و درستکار جمع آوری کند و روح همکاری دست جمعی و سازمان صحیح اداری ایجاد کند، با تمام قلب آرزو دارم که این فرد فداکار زنده بماند و به خدمت خود ادامه دهد. اما اگر خواست خدا طور دیگری بود، این مسئولیت را به فرد دیگری می‌سپردم که همان هدفها را تعقیب می‌کرد و یک لحظه وقفی در اجرای برنامه‌های انقلاب 6 بهمن که از آن موقع تا به حال با 2 سپاه دیگر تکمیل شده است پیش نمی آمد. چرا این موقعیت محکم و ثابت در مملکت پیدا شده است؟ برای این که 6 بهمن 1341 طوری پیوند شاه و مردم را محکم کرده است که مداخله یا نفوذ اجنبی را در مملکت ما به 0 رسانیده است. در این حال روابط ما با متحدین خود بر اساس صمیمیت و احترام متقابل و حقوق مساوی و با همسایگان و سایر ممالک دوست بر اساس بهترین و صمیمیترین روابط رایج بین‌المللی است. برای اینکه به شما ملت ایران، نسل امروزه که شاید خاطرش نیست، و برای دیگران احیانا برای یادآوری یا روشن کردن ذهن آنها باید به شما بگویم که اینی که الان میگویم در مملکت ایران نفوذ خارجی دیگر نیست. پس موقعی که نفوذ خارجی بود موضوعش چه بود؟ برای این کار باید برگشت به گذشته، یعنی قبل از جنگ دوم بین‌المللی. ایران در آن زمان در تحت قیادت پدرم
قدم‌های سریعی به سوی پیشرفت و ترقی برمی داشت. قبل از او متاسفانه وضع مملکت ایران به مرحله بسیار اسف‌انگیزی رسیده بود. از استقلال ایران چیزی باقی نمونده بود. از وحدت ایران چیزی باقی نمونده بود، برای اینکه نه خطوط مواصلاتی بود و نه قدرت حکومت مرکزی و هر گردنکشی برای خودش کوسی میزد و از راهی میرفت که غیر از متزلزل کردن اساس مملکت نتیجه‌ای نداشت. البته او به این جریان و نفوذ خارجی خاتمه داد، امنیت برقرار کرد و کارهایی که میبایستی ما را در میان ملل مترقی دنیا جای بدهد، او فکر میکرد با اعلام بی‌طرفی ایران که شرافتمندانه محترم می‌داشت می‌توانست مملکت خود را در آن بحران کند و به ساحل نجات برساند. متاسفانه بی‌طرفی ایران در اون موقع ضمانت اجرایی نداشت. ضمانت اجرایی اون بی‌طرفی میبایست از طرف ما داشتن قوای مسلح کافی که قادر به حفظ و وادار کردن سایرین به احترام به اون بی‌طرفی باشد. فرصت کافی نداشت و مملکت استعداد کافی مالی و فنی نداشت که چنین قوای انتظامی را تهیه بکند. حتی بعضی از واحدهای مرزی ما به جای تفنگ‌های جنگی تفنگ‌های مشقی داشتند. ناگهان در ساعت 4 یا 4:30 صبح بدون اعلان قبلی قوایی متحد در آن روز از هر سمتی به داخل مملکت سرازیر شد و سربازخانه‌های بی‌دفاع ایران مورد بمباران واقع شد و قوای ما که مأموریتی برای دفاع نداشتند متاسفانه بعد از 2-3 روز مجبور به ترک مقاومت شدند. اون اوضاع به هم خورد. معلوم میشد که خاک ایران برای مقاصد متفقین اون موقع لازم بود و استفاده کامل از خاک ایران با وجود یک رئیس وطنپرست مدافع مصالح مملکت خود امکان پذیر نبود. پس میبایست او برود. فکر میکردند و البته همینطور هم بود. پس چه میبایستی کرد؟ 2-3 روز در شناسایی یعنی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد. شاید فکر کردند که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد. برای این کار میبایستی چه بشود؟ قدرت و اختیارات پادشاه میبایستی محدود بشود. امکان مؤثر بودن او در کارها میبایستی محدود بشود.
اولین فکری که ناشی شد زمزمه گرفتن اختیار فرماندهی کل قوای ایران از پادشاه بود. در این قسمت شدیداً مقاومت کردند و پیشرفت نکردند. هر مانده اسلحه مختصری که هنوز در اختیار ما بود از ما بگیرند، حتی یه مقدار از توپخانه ما رو بگیرند، مقدار از تانک های ما رو بگیرند، یه مقدار از تفنگ های ما رو گرفتند، ولی به اساس کار با مقاومت لطمه‌ای وارد نشد، ولی در ایجاد دستجات سیاسی متعدد و مختلف موفقیت حاصل کردند. در واقع سعی شد تمام افراد به جان هم بیاندازند، هر کسی دنبال هدفی بگردد، هر هدفی با هدفهای دیگر مختلف باشد، همه به اصطلاح توی سر هم بزنند. ایلات و عشایر که یک موقعی کاملا در راه ساختمان مملکت شرکت کرده بودند و به دامداری می پرداختند، با ایجاد دوباره خان و خانبازی و تصریح آنها دو مرتبه آلت اجرای سیاست تفرقه اندازی و تضعیف حکومت مرکزی شد. البته در مقابل یک چنین تضعیف حکومت مرکزی نتایج متعددی گرفته می شد. یکی از آنها ستونهای پنجمی که خود به خود ایجاد می شد. البته شاید خواستن زرنگی بکنن. مثلا خاطرم هست اولین دسته‌ای که اون موقع به اسم حزب توده یا کمونیست ایران تشکیل شد، به وسیله یکی از عمال کهنه و قدیمی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، یعنی یک شخصی به اسم مصطفی فاتح ایجاد شد و روزنامه‌ای به اسم روزنامه مردم به عنوان ارگان اون حزب راه انداختند. خب این زرنگی ها البته نتایج مختصری میداد، ولی طرف که مسلماً خواب نبود. ممکن است که کادرهای رئیسه را اون شخص به اصطلاح اداره میکرد، ولی سیاهی لشکر مسلماً از ید کنترل او و اون کنترل کاملا در دست همون کمونیست های حقیقی افتاده بود. این وضعیت اسف‌آور ادامه داشت تا رسیدیم به اواخر جنگ. یک سال مونده به آخر جنگ، واقعه آذربایجان ایجاد شد. در چند ماهی که قبل از ایجاد واقعه آذربایجان ما گذراندیم، دیدیم که همون عوامل متعدد سیاسی که به تشویق خارجی راه افتاده بود نمی‌گذاشتن که کوچکترین کاری در مملکت صورت بگیرد. حتی برای 3 الی 4 ماه در مجلس ایران ابسترکسیون شد که دولت نمیتوانست یا خود را معرفی بکند یا رأی بگیرد. موقعی که وقایع آذربایجان اتفاق افتاد، اگر به خاطر داشته باشیم، وزرای خارجه 3 مملکت امریکا و روس و انگلستان در مسکو جمع شده بودند و یک راه حلی که برای وقایع آذربایجان پیشنهاد کرده بودند این بود که ایران به تمام مناطقی از مملکت خود که در اونجا احیانا یک نوع زبان محلی یا یک زبان به خصوصی صحبت میشد
به اون مناطق خودمختاری بدن. به خواست خداوند این پیشنهاد قبول نشد، ولی آذربایجان برای 1 سال از ایران جدا بود. معجزه‌ای شد و تمام کسانی که قلبشون برای این مملکت میتپید به پا خواستند. علی‌رغم تمام مخاطرات تصمیم گرفتیم که یا موفقانه خاک ایران را 2 مرتبه به وطن ایران برمیگردانیم یا در این راه لااقل شرافتمندانه از بین می‌رویم. باز به خواست خداوند در این راه توفیق پیدا شد. موقعیت جدیدی بود. 2 مرتبه احساسات ملی در ایران پیدا شده بود. فرد این مملکت از پیر و جوان، غنی و فقیر، با وجودی که اختلافات طبقاتی بسیاری در آن موقع وجود داشت، با اتحاد کامل دور پرچمی که به دست من بود جمع شده بود. موقعیت جدیدی بود. 2 مرتبه احساسات ملی در ایران پیدا شده بود. فرد این مملکت از پیر و جوان، غنی و فقیر، با وجودی که اختلافات طبقاتی بسیاری در آن موقع وجود داشت، با اتحاد کامل دور پرچمی که به دست من بود جمع شده بود. بهترین فرصت بود برای اینکه در ایران اصلاحات بشود. ولی وسیله کار چه بود؟ من که همیشه به خصوص به قانون اساسی ایران احترام می‌گذاشتم، خود را در مقابل وضعی می‌دیدم که عمدن در آن روزی که قانون اساسی ایران نوشته شده بود قرار می‌گرفتم. قانون اساسی ایران موقعی که نوشته شد از قانون اساس شده بود، ولی در یک مورد بخصوص که آن اختیار پادشاه بود، روی اصل این که قانون محمد علی شاه نوشته شده بود، به کلی اختیارات سلطنت ایران را مسخ کرده بودند و یک مجلس کاملا مختار و غیر مسئولی وجود داشت که امکان انحلال آن نبود. یعنی مجلس ها در زمان دوره های اجراسیه‌شون، دولت هایی که به کلی در تحت اختیار آنها بود، وامی داشتند که 2 مرتبه خود آنها را انتخاب بکنند. وزارتخانه ها فقط یک کارگزینی شده بود برای وکلای مجلس که تمام کارمندان ادارات را به میل آنها به حوزه های انتخابی آنها بفرستند و هر کدومی تقریباً یک دستگاه خودمختاری در منطقه خودشون ایجاد می‌کردند. یعنی مجلس دولت می آورد، دولت می برد و در زمان خودش انتخابات را انجام میداد. از اون موقعیت فوق‌العاده نتوانستیم استفاده بکنیم روی اصل مراعات و احترام به قوانین مملکت.
فکر کردم که چه باید کرد. فکر کردم که تنها راه حل این است که قانون اساسی ایران و اختیارات پادشاه ایران که اگر روی اصل تاریخی این مملکت و سنن ملی این مملکت می رفتیم میبایستی خاص خودش باشد، ولی روی رعایت جوانب و به اصطلاح برای داشتن یک دموکراسی خیلی پیشرفته گفتیم که همون کافی است که اختیارات سلطنتی اینجا مطابق اختیارات حکومت‌های سلطنتی ممالک اروپایی باشد. به این جهت فکر تأسیس مجلس مؤسسانی افتادیم که به این نواقص رسیدگی کند و آنچه که لازمه یک مملکت دموکراتیک و منظمی باشد انجام دهد. این خبر شاید هنوز برای کسانی که یا میل نداشتند که 2 مرتبه در مملکت حکومت مرکزی قوی ایجاد بشود یا احیانا می‌ترسیدند که اگر حکومت مرکزی قوی ایجاد بشود احیانا این حکومت مرکزی در تحت نفوذ بعضی سیاست‌ها قرار بگیرد، مسلماً با این نظر موافق نبودند. میگفتند که بهتر است ایران یه حالت برزخی داشته باشد، طوری باشد که اگر در یک گوشه‌اش اتفاقی میافتد بشود به وسائلی در گوشه دیگر برای حفظ منافع خود ترتیباتی بدهد. یعنی اگر احیانا در آذربایجان اتفاقی بیفتد، خب در جنوب ایران هم می شود ترتیبی داد که منافع حیاتی آنها محفوظ بماند. به هر صورت در 15 بهمن 1327 همونطور که اطلاع دارید سوء قصدی نسبت به جان خود من نیز شد. خداوند نخواست که من به خدمت به این مملکت ادامه ندهم. اون سوء قصد چنان محیطی فراهم کرد که ما توانستیم احتیاجاتی که از لحاظ قانون اساسی برای سر صورت دادن به یک حکومت قانونی و دموکراتیک در این مملکت بود به دست بیاوریم. ولی فکر میکنم که هنوز وسائل از لحاظ درک سیاست‌های خارجی برای دیدن یک ایران مستقل و سر پا ایستاده فراهم نبود. چرا؟ برای اتفاقاتی که بعداً اتفاق افتاد. خیلی کم بعد از این جریان موضوع نفت پیش آمد کرد. چه احساسات ایران، چه احساسات خیلی از ملل دنیا بعد از جنگ بین‌المللی دوم بر اساس وطن پرستی شدید، در واقع یک تب بحرانی وطن پرستی در مقابل عکس العمل شاید خفت‌ها و ذلت‌هایی که در زمان جنگ دیده بودند پیدا شد. چطور میشد هم مستقیما با تب وطن پرستانه ملت ایران مقابله نکرد و هم اون احساسات را به جایی برسانند که در واقع ملت حالت یأس و پشیمانی و یا آنان تنبهی پیدا کند. سیاست‌های خارجی
همیشه چندین به اصطلاح مهره دارن. میخوام بگویم که داشتن، چون دیگر در مملکت ما به خواست خداوند این وضع موجود نیست. اصطلاحی است معروف، موضوع نعل وارونه، یعنی به افراد تربیت شده خودی یاد بدهند که از هر کسی تندتر بدود و از هر کسی بلندتر و بالاتر فریادهای وطن پرستانه بزند که به وسیله اون افراد اجتماع و سیاهی لشکر را هدایت و اداره و البته اغوا بکند. ملت ایران خود را در مورد نفت جنوب، آن موقع به این اسم شناخته میشد، خود را مغبون میدانست، به صحیح مغبون میدانست. صحبت از مذاکره برای تجدید نظر در اون قرارداد بود. به قدری مذاکرات هم طولانی و هم غیر کافی بود که مسلماً اون نتایجی که کمپانی نفت در اون موقع حاضر به امتیاز دادن بود برای ایران قابل قبول نبود. شاید روزهای آخر متوجه شده بودند که امتیاز لازم را به ایران بدهند، ولی به هر صورت دیر شد، چون رئیس حکومت وقت در اون موقع سپهبد آرا قبل از اینکه بتواند نتایج مکفی بگیرد از بین رفت. عکس العمل چه بود؟ تمام وسایل کار فراهم شده بود که کسی که چند سال پیش از آن، شاید در 1323 بود، موقعی که انتخابات ایران در جریان بود و من می دیدم که چطور هر روز نماینده سفارت انگلستان صبحها پیش نخست وزیر وقت می رفت و لیست وکلا را می داد و بعد از ظهرش نیز احیانا کاردار سفارت روس با لیست دیگری پیش نخست وزیر وقت می رفت. و همون شخصی که در 1330 با تمام همون هیاهوهای ملی و وطنی و احساساتی سر کار آمد، در 1323 پیشنهاد کردم که آیا حاضر هستی که نخست وزیری ایران را قبول بکنی و ما این شعبده بازی و این افتضاح انتخاباتی را به هم بزنیم و از نو یک انتخابات ملی ایرانی شروع بکنیم؟ گفت بلی، ولی به 2 شرط. گفتم به چه شرایطی؟ گفت شرط اول این است که انگلیس ها با این کار موافقت بکنند.
تعجب کردم. من که به حکومت پدرم آشنا بودم و بعد خودم را میشناختم، نمیتوانستم بفهمم که معنی این حرف چیست. تردید کردم که چه تأثیری دارد این کار. گفت شما نمیدونید تا آنها چیزی نخواهند در این مملکت ممکن نیست که اون کار پیش برود. گفتم من نمیتوانم خودم را به این امر راضی بکنم که از یک خارجی یک همچین کسب تکلیفی بکنم. گفت غیر از این امکان. برای اینکه از هدف خودم منصرف و منحرف نشوم، گفتم تنها برای من امکان دارد که به عنوان مملکتی که در خاک ما قوا دارد، هم از انگلیس ها و هم البته از روس ها این سوال بشود که در این صورت عکس العمل شما چه خواهد بود؟ در اون زمان عکس العمل انگلیس ها منفی بود و گفتند که این کار خطرناک است و مصلحت نیست، ولی از شما پوشیده نماند که جواب روس ها در اون موقع موافق بود و می گفتند که ما با این عمل مخالفتی نداریم. البته قبلا بگویم که شرط دوم چه بود؟ شرط دوم این بود که من 4 نفر از افسران گارد خودم را به عنوان محافظ در اختیار اون شخص بگذارم که از جان ایشان حفاظت بکنم. بعد از 24 ساعت که این جواب را به آن شخص دادم، گفت پس دیگر خواهش میکنم که این موضوع را فراموش بفرمایید. چطور شد که به همچین شخصی با این طرز فکر و نظر یک مرتبه لیدر ملی ایران بشود؟ کسی که در ناوه آذربایجان هم در خانه خود پنهان بود، ولی چون چه من چه فرد ایرانی غیر از همین خواست که ایفای حقوق ایران از نفت جنوب چیز دیگری نمیتوانست باشد، با تمام قوا و از صمیم قلب به این شخص و سیاست اون روز که ملی شدن نفت ایران بود کمک کردم. نه فقط قانون را بلافاصله امضا کردم، حتی موقعی که تهدیدی برای ایران بود، صحبت از احیانا پیاده شدن قوای خارجی به مناطق جنوب ایران بود، به سفیر مملکت مربوطه گفتم که بدانید در برابر صفوف ایران با من برخورد خواهید کرد و با شما خواهم جنگید. بعد فهمیدیم که نمی بایستی این سیاست منجر به عقد قراردادی بشود، برای اینکه یا سایرین به همین هوس نیفتند یا ایران طوری تنبیه بشود که بعد ناچار به قبول کردن شرایطی بشود. 2 سال اون نوع حکومت ادامه داشت روی همون زمینه فریاد بر ضد خارجی و به حرف برگزار کردن هر روز عمر این مملکت. البته می شود گفت
ایران وسیله توزیع نفت در دنیا نداشت، بازار نداشت، نفتکش نداشت. حتی حکومت وقت حاضر شده بود که نفت ایران را پیت با 50% تخفیف بفروشد و قادر به فروش آن هم نشد. ولی احیانا غیر از این تجربه و شکست در امری که هیچ گونه وسایلی فراهم نبود، کارهای دیگری در مملکت می شد. یک اصلاحاتی اقلا. من قبل از اون شروع کرده بودم به تقسیم املاک شخصی خودم. اگر همون موقع اصلاحات ارضی در این مملکت شروع می شد، می توانست یک انگیزه‌ای برای پیش بردن ملت ایران و جامعه ایران باشد. ولی همون اصلاحات ارضی محدود من نیز متوقف کرد برای اینکه یک کار مثبت نشود. یک قدم در راه تولید بیشتر و یا در راه صنعتی کردن مملکت برداشته نشد. حالا بگذاریم از اینکه راه‌های موجود خراب میشد، پل‌های موجود خراب میشد. دور نمیروم که بگویم پل‌های کدوم راه‌های کشور. در تجریش در اون موقع یک پلی بود که فرو رفتگی پیدا کرده بود. آن را هم قادر به تعمیر نبودند. معروف است که در بیمارستان‌های ایران حتی شاید تنظیف و پنبه و مرکوروکروم یا پیدا نمی‌شد یا خیلی کم موجود بود. وضع داشت البته خطرناک می‌شد. اضافه بر شکست فنی و اقتصادی اون سیاست، وضع دیگری در مملکت داشت پیدا می‌شد. موقعی که اون حکومت خواست آخرین وسیله کنترل رئیس مملکت در سرنوشت مملکت از دست او بگیرد و به اصطلاح کنترل قوای مسلح مملکت را در اختیار خود بگیرد، آمار نشان می‌دهد، تمام مدارک و اسنادی که بعد به دست ما نشان می‌دهد که در 1331 با وجود تمام مدت زمان جنگ و اشغال خارجی و فعالیت ستون‌های پنجم، یعنی در این زمینه فعالیت کمونیست‌ها، در تمام ارتش ایران فقط 100 نفر وارد تشکیلات حزب منحله توده شده بودند. ولی در فاصله 1331 تا 1332 این تعداد به 640 نفر رسیده بود. پس اضافه بر خطراتی که از لحاظ اقتصادی برای مملکت پیدا شده بود، اگر خاطرتون باشه دلار در اون موقع از شاید 70 ریالی که قبل از اون بود رسیده بود به 140 ریال. روی خرابی راه‌ها، روی نبودن وسایط نقلیه، اصلا در مملکت دیگر فعالیتی وجود نداشت. ولی خطر این بود که اصلا حکومت و سرنوشت مملکت بیفتد به دست این افراد حزب منحله توده که بعد مطابق مدارکی که پیدا کرده بودیم گفته بودند با تجهیزاتی که در قوای انتظامی و در سایر جاها داشتند، اگر 28 مرداد پیش نمی آمد
2 هفته بعد از آن حکومت را در دست می گرفتند. اون بساط دیگر برای همه روشن شده بود. تا موقع طرح شکایت ایران در دیوان لاهه تمام مردم، من جمله شاید خود من بیش از همه، در حمایت از اون سیاست کوشا بودیم. ولی بعد از آن حقایق دیگر برای همه روشن می شد. تا روزی که مرا وادار کردند به این که از دکت برای مدتی خارج شوم، برای احیانا ممانعت از خونریزی و یا اینکه خود ملت ایران کاملا پی به مقاصد ببرد. در زمانی که این مخاطرات بود و این رخنه و نفوذ در قوای مسلح ایران پیدا شده بود که حتی چند افسر توده‌ای در خود گارد شاهنشاهی پیدا شده بودند، در همان زمان امریه‌ای صادر شده بود که 4 تانک محافظ محل شاهنشاهی ایران به واحد خود برگردد، در صورتی که مقر نخست وزیری دژ نظامی با وجود تانک های متعددی مسلح شد. ملت ایران قیام کرد. ملت ایران حاضر نشد که استقلال 2500 ساله خود را بدون مقاومت از دست بدهد. باز به خواست خداوند اوضاع دگرگون شد. مسئولیت به دست افرادی افتاد که قلب و روحشون برای مملکت می‌تپید. دوره ترمیم خرابی ها مدتی طول کشید. در اون موقع روی به هم ریختگی وضع اقتصادی مملکت چاره‌ای جز عقد قرارداد نفت با یک کنسورسیوم بین‌المللی در سنه 1333 نبود. و البته شاید در اون موقع نیز خیلی بهتر از اون نیز نمیشد قراردادی را امضا کرد. به تدریج که خرابی ها ترمیم میشد، ما هم به خودمون اعتمادی پیدا میکردیم و فکر میکردیم که روز به روز در گرفتن تصمیم مسلماً مختارتر هستیم و هر چی که به نفع ما هست میتوانیم انجام بدهیم. کار رسید به امضای اولین قرارداد نفتی بر اساس 75-25 با یک شرکت ایتالیایی. در اون موقع به ما گفتند که تون میروید، شاید 15 سال زودتر از زمانه قدم برمی‌دارید. بعضی ها گفتند با سلاطین نفت در نیفتید، خطرناک است. ولی ما نمیتوانستیم از سرنوشت خودمان دور بشویم.
میبایستی نشان بدهیم که یک مملکت مستقلی چطور میتواند کار کند. عقد قرارداد 1957 میلادی که اساس قراردادهای نفتی را به هم میزد بدون سلامت بود. فساد فقط احیانا نادرستی و دزدی، چه دزدی های بزرگ نیست. فساد در عقب ماندگی اجتماعی است. فساد در روابط اجتماعی است. فساد در اختلافات فاحش طبقاتی است. فکر کردم، مطالعه کردم و راهی ندیدم غیر از این که همتی بشود و تمام مقرراتی که لازم است جامعه ایرانی را از هر نوع قید و بند و زنجیری خلاص بکند و اجتماع ایران را مطابق پیشرفته ترین اجتماعات دنیا در بیاورد، چاره‌ای نیست. فکر کردم که اکثریت مملکت کیست؟ 75% آن رعایای بینوای آن روز بود. مابقی اکثریت کارگران زحمتکش و شریف ایران بود. مابقی اکثریت کارمندان زحمتکش دولت بود. مابقی اکثریت تمام مردمی بودند که میل داشتند وضع مملکتشون اصلاح بشود. نصف جمعیت زنهای ایران بود. در اون وقت به نظرم رسید که اقدامات ما از لحاظ قاطعیت باید مطابق عظیمترین انقلابات تاریخی جهان باشد. موقعیت ما به ما اجازه میداد از یک طرف موقعیت من به عنوان پادشاهی که مردم ایران میشناختند و با او آشنا بودند و به او اعتماد داشتند، و از طرف دیگر شناسایی ملت از طرف من که ملت از این بهتر، پاکتر، صافتر، صمیمیتر، وطن پرستر پیدا نمی شود، به من اجازه داد که این برنامه انقلابی همه جانبه را به تصویب مستقیم ملت بگذارم. چون تاریخ اخیر است، همه به خاطر دارید که با چه شوقی، چه ذوقی، چه هلهله‌ای 6 ماده پیشنهادی را شما در 6 بهمن 41 به صحه خود گذاردید. چند روز بعد آزادی و مساوی بودن حقوق اجتماعی و سیاسی زنهای ایران را اعلام کردند. آن را هم به خاطر دارید که با چه استقبالی روبرو شد. پس از آن 2 سپاه دیگر به 6 اصل انقلاب ایران اضافه شد. سپاه بهداشت که اولین دسته آن قریب 1 ماه پیش به اکناف مملکت سرازیر شدند
و سپاه دیگر سپاه ترویج و آبادانی که آن نیز مطمئن هستم با همون روحیه سپاه دانش و سپاه بهداشت به وظایف خود قیام خواهد کرد. وضعیت جدید ایران یعنی حکومتی که بر منافع اکثریت است، حکومتی که اکثریت در آن عملاً شرکت دارند. این حکومتی نیست که یا خارجی یا دست پرورده های داخلی آن بتوانند در اون رخنه‌ای بکنند. این موقعیت که پیدا شده است به ما اجازه داد بتوانیم در این چند روز اخیر دو اقدام مهم انجام بدهیم. یکی بهتر کردن شرایط قرارداد نفت 1333 بر روی تصمیمات اوپک، یعنی شرکت کنندگان در اون سازمان. البته تاریخچه سازمان اوپک را شاید بدانید. چند مملکتی هستند که دور هم جمع شدند و به وسیله این سازمان سعی کردند که منافع نفتی خود را در دنیا بهتر محفوظ بدارند. پس از مدت‌ها مذاکره و جلسات متعدد بالاخره در شهر جاکارتا آخرین کنفرانس اوپک تشکیل شد و در آنجا تصمیماتی گرفته شد که اکثریت ممالک عضو آن را قبول کردند و به مرحله اجرا درآمد. ولی باید به شما بگویم که در اونجا شرطی بود که برای ما قبولش امکان نداشت. به این جهت تنها شرایطی که ما قبول کردیم فقط شرایطی بود که نفعی به ایران میرساند و از شما پوشیده نباشد که خود را برای همه چیز حاضر کرده بودیم. ما حاضر نبودیم که برای یک منافع مادی شرطی را قبول بکنیم که احیانا کوچکترین خدشه‌ای به حقوق مکتسبه ایران وارد بیاورد. موفقیت بزرگ سازمان اوپک در این بوده است که اصل به خرج گذاشتن بهره مالکانه را به کمپانی‌های نفت قبولاندیم. البته این کار به تدریج خواهد شد. امسال با 3 سنت و نیم شروع می‌کنیم. سال بعد و با سال بعد نیز اضافه شدن درآمد ما مسلم است. از آن به بعد هم بناست با شرکت‌ها در تماس باشیم که به حد اکثر امکان این اضافات بشود تا روزی که تمام بهره مالکانه به خرج گذاشته شود. گفتم حاضر بودیم که به هر فداکاری تن بدهیم، ولی هیچ چیزی که منافات با منافع ما داشت قبول نکنیم. مذاکرات طول کشید تا اینکه بالاخره کمپانی ها به شرایط ما راضی شدند و امروز بر اساس حسن تفاهم و رضایت
کار ما با کنسورسیوم نفت جنوب ادامه دارد. ولی موفقیت از این بزرگتر موفقیتی است که ایران در بخش یک فلات قاره ایران در خلیج فارس به دست آورده است. چون مطلب فنی است و به هر صورت قراردادها منتشر خواهد شد و همه فرصت مطالعه آن را خواهید داشت، خلاصه می کنم و می گویم که قراردادهای جدید با مقایسه با قرارداد اولی که بر اساس 75-25 در 1957 میلادی امضا شد قابل مقایسه نیست. البته به نفع ما قابل مقایسه نیست. طوری در این امر پیشرفت کرده ایم که می توانم با افتخار کامل به اطلاع شما ملت ایران برسانم که باز در اثر یک پارچگی صفوف شما ملت و ارتباط مستقیمی که بین من و شما، یعنی دستگاه مجریه و شما ملت موجود است، این موفقیت به دست آمده است. در هیچ نقطه دنیا تا به حال همچین پیشرفتی در امر عقد قرارداد نفتی بین یک مملکت تولید کننده با کمپانی هایی که مطابق این شرایطی که اطلاع دارید یا اطلاع پیدا خواهید کرد انعقاد پیدا نکرده است. مطمئن باشید که در این جریان همه چیز مطابق بزرگترین آمال ما و آرزوهای ما به نفع و به نظر ایران پیشرفت کرده است. با این موفقیت‌های فوق العاده چه آینده‌ای در پیش ما هست؟ اساس اجتماعی جدید ما ریخته شده است. مظالم اجتماعی از بین رفته است. منافع اکثریت ملت ایران به وسیله قانون به دست آمده است. ولی تمام این مقدمات، تمام اینها باید منجر به رفاه بیشتر و آسودگی و آسایش بیشتر شما ملت ایران بشود. البته از بین بردن روابط کهنه پوسیده غیر عادلانه ارباب و رعیتی در مملکت ایران تمام شد. مرحله اول اصلاحات ارضی خاتمه پیدا کرد. مرحله دوم با جدیت شروع شده است. بانک اعتبارات کشاورزی الان دارای 700 میلیون تومان سرمایه است. از پذیره جدید نفت از بخش یک این سرمایه را ما به 1000 میلیون تومان خواهیم رساند. شرکت‌های تعاونی شاید قریب 4000 از آنها الان تأسیس شده و این کار باید ادامه پیدا بکند تا اینکه شاید به رقم 15000 شرکت تعاونی روستایی برسیم. حالا اساس کار ما در کشاورزی باید نتیجه گرفتن از امر اصلاحات ارضی باشیم، یعنی تولید محصول به هکتار باید به پایه‌ای برسد که درآمد سرانه کشاورز ایرانی تطبیق بکند با ممالک پیشرفته دنیا. در ممالک پیشرفته دنیا
یک کشاورز و زارع اگر از زمینی که در آن زراعت می کند آن محصول کافی را به دست نیاورد، مثلا اگر از 1 هکتار گندمکاری تبدیلش میکنم به اصطلاحات معروف خود ایران، اگر از 1 هکتار گندمکاری 1 تخم احیانا 35 یا 40 تخم بر ندارد، یا از 1 هکتار زمین گندمکاری 2.5 تن الی 3 تن گندم بر ندارد، اصلا دست به کشت و زراعت گندم نمیگذارد. همینطور راجع به پنبه، همینطور راجع به برنج و سایر محصولات کشاورزی. حساب شده است برای اینکه یک خانواده کشاورز بگیریم، هر خانواده‌ای تشکیل می شود از 5 نفر، بتواند درآمدی آخر سال داشته باشد که به هر فردی آن مقداری برسد که مطابق سطح درآمدهای امروزی ممالک مترقی باشد، باید حساب بکنیم که اولا از هر هکتاری چقدر محصول باید به دست بیاید و برای یک خانواده 5 نفره چند هکتار لازم است. موضوع به دست آمدن محصول به وسیله آبیاری صحیح، به وسیله استفاده از ماشین‌های زراعتی، به وسیله کود شیمیایی حل می شود. موضوع مقدار هکتار لازمه چیزی است که بعد خود به خود در جامعه جدید کشاورزی ایران پدید خواهد آمد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما برای اینکه ملت مترقی بشویم باید یک مملکت صنعتی بشیم. مقدار درصد فعلی جمعیت که 75% در دهات زندگی می کنند و مابقی در شهرها باید معکوس شود. امروز 12 میلیون هکتار بیشتر زمین ایران تحت کشت نیست. نصف آن نیز برای خاطر عایش هر سال کشت نمی شود. جمعیت 23 میلیون نفری ایران به وسیله 6 میلیون هکتار که اون هم هکتاری محصول بسیار محقری به دست می آید تغذیه می شود. این است که از حالا اگر یک سال استثنایی خوب کشاورزی نباشد می بینیم که مجبور هستیم در قسمت‌های فرآورده‌های کشاورزی واردات داشته باشیم. چند سال است که ایران از خارج گندم وارد می‌کند. حتی حبوبات وارد می‌کنیم. از لحاظ دامپروری نیز به همین اشکال دچار هستیم. تعداد دام‌های ایران به نسبت مراتع زیاد است. برای ایجاد مرتع در ایران هیچ فکری تا به حال نشده است. اگر این وضع ادامه داشته باشد ایجاد فرسایش می شود. حتی زمین‌های فعلی و مراتع فعلی نیز به کلی از حیز استفاده خارج خواهد شد. ما باید ایجاد مراتع مصنوعی بکنیم، یعنی تخم علف را بکاریم، زراعت بکنیم. ولی می گفتیم که وقتی که 75% جمعیت کشاورز ایران به 25% رسید و 12 میلیون هکتاری که فعلا تحت کشت است به لااقل 35 میلیون هکتار قابل کشت در ایران توسعه پیدا بکند، آن وقت است که هر خانواده کشاورز ایرانی
فرض کنیم که این کار 25 سال 30 سال طول بکشد، این درصد 75% به 25% تبدیل بکند، در عرض این 30 سال نیز امیدوار هستیم 35 میلیون هکتار تحت کشت قرار بگیرد. در این 30 سال فکر می‌کنیم که جمعیت ایران به بیش از 40 میلیون برسد، شاید نزدیک 45 میلیون. اگر 25% 45 میلیون جمعیت بگیرید و اون را تقسیم به 35 میلیون هکتار بکنید و از هر هکتاری به حد اکثر امکان استفاده تولید محصول کشاورزی بکنید، آن وقت است که برای یک خانواده کشاورز و فرد اعضای آن خانواده کشاورز درآمدی حاصل خواهد شد که مطابق درآمد ممالک مترقی دنیا خواهد بود. برای این کار چه باید کرد؟ تمام نقاطی که در ایران امکان سدسازی هست باید مطالعه بشود و اون سدها ساخته بشود و اراضی زیر سد مورد استفاده کشاورزی آخرین سیستم بشود. برای 35 میلیون هکتار کود شیمیایی کافی باید فراهم بشود. جایی که امکان ایجاد سد نیست باید به وسیله حفر چاه‌های عمیق آب زیر زمینی این مملکت را، آن هم به مقدار حساب شده، خارج بکنیم و برای کشت و زرع استفاده بکنیم. حسابش دقیق است، حسابش حساس است. اگر آب را از مقدار مجاز بیشتر خارج بکنیم، یک ضرر و در واقع خیانتی است که به نسل‌های آتیه زدیم. مقدار بارندگی در مملکت تقریبا معلوم است و می‌دانیم که در سال چقدر از آسمان آب به روی مملکت نازل می شود. این حسابه ها را می شود حل کرد. امیدواریم تا 30 سال دیگر وسایل جدید فنی پیدا بشود. شاید راه اقتصادی اجبار کردن ریزش باران از ابرهایی که از آسمان می‌گذرد پیدا بشود. چیزی که به آن امیدواری زیاد هست شیرین کردن آب شور دریاست برای زراعت به قیمتی که اقتصادی باشد و امکان فراهم کردن فرآورده‌های زراعتی داشته باشد. باید در مبارزه با آفات آنی غفلت نکنیم. امروز مقدار متناوبی از محصولات ایران به وسیله آفات از بین می رود. البته در بسته‌بندی محصولات باید بکوشیم، در تبدیل کردن مواد تولیدی کشاورزی به مواد خوراکی باید بکوشیم. این هم صنعت بزرگی است و برای بهتر رسیدن به تمام این هدفها در ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید، شرکت‌های تعاونی توزیع، شرکت‌های تعاونی مصرف حد اکثر تلاش خود را انجام بدهیم. هر نوع جامعه‌ای با هر سیستم حکومت امروز در دنیا بالاخره به این نتیجه رسیده است که برای تأمین رفاه و آسایش ملت غیر از اتخاذ سیستم تعاونی ها راه دیگری نیست. در این قسمت هم باید دولت بکوشد و هم خود مردم ایران برای پیشرفت کار زراعت
البته برای صنعت که جای خود دارد، ولی حتی برای زراعت نیز باید ما سعی بکنیم برق را به دهات ایران نیز برسانیم. نقشه ایران پشت سر من است. میل دارم با هم نقشه ایران را مطالعه کنیم و امکانات این مملکت را در نظر بگیریم. با سرحدات این مملکت مسلماً شما ایرانی ها آشنا هستید. از جنوب شروع می کنم، خرمشهر و کرانه های خلیج فارس تا خلیج جواهر و از این طریق قسمت های بلوچستان، قسمت های سیستان، قسمت های خراسان، قسمت های گرگان، دشت سرسبز و مهمی در شمال ایران، دشت گرگان به تنهایی موقعی که بهره برداری صحیح و کامل از او شد و خوشبختانه الان به مقدار قابل توجهی شروع شده است، اهمیت بسزایی در تولیدات کشاورزی مملکت خواهد داشت. امیدهایی هم داریم که در دشت گرگان گاز و نفت نیز پیدا بشود. کرانه‌های مازندران و گیلان و قسمت‌های آذربایجان، کردستان، لرستان و قسمت‌های البته مرکزی، قسمت‌های اصفهان و فارس و کرمان. برای صنعتی کردن مملکت و در این حال پیشرفت کشاورزی مملکت عنصر اصلی تولید برق خواهد بود. باز در اینجا خداوند خواسته است که بهترین وسایل و بزرگترین امکانات تولید برق در ایران فراهم باشد. در خوزستان به تنهایی از گرفتن برق از رودخانه‌های عظیم این خطه و از استفاده از نفت و گاز امکان تولید 7 میلیون کیلووات ساعت برق می‌باشد. این همه برق چه امکاناتی به ما می‌دهد؟ اول کشیدن برق به تمام نقاط این استان، به تمام دهات این استان. این سدهایی که ساخته بشود در زیرش کشاورزی بسیار پیشرفته ایجاد خواهد شد. کشاورزی که مطابق این متد در زیر این سدها کار بکند، این یک کشاورز مرفهی خواهد بود که قدرت مصرف برق به هر اندازه‌ای خواهد داشت، به خصوص که برق ارزان خواهد بود. اضافه بر رفاه و آسایشی که در خانه‌های روستایی این استان پیدا خواهد شد، صنایع عظیمی میتواند در این استان ایجاد بشود. مثلا یکی از صنایع مهمی که امروز در دنیا موجود است صنعت آلومینیوم است. امکان ایجاد صنعت آلومینیوم به مقدار بزرگ در ایران هست. از برق و گازهای طبیعی این استان می شود کود شیمیایی به مقدار فوق العاده ایجاد کرد. برقی که الان ما می شناسیم و داریم امکان این را می دهد که ما شاید تا 2 میلیون تن آمونیاک تولید بکنیم. 2 میلیون تن آمونیاک را اگر تبدیل به کود شیمیایی بکنید می شود 8 میلیون تن کود شیمیایی مختلف.
برق‌های استان را که مثلا یکی از اونها برقی است که از سد روی رودخانه کارون امکان به دست آمدن آن هست، می شود بلافاصله به اکثر طرق بکشیم به شهر صنعتی اصفهان. در نزدیکی‌های اصفهان روی رودخانه زاینده رود امکان ایجاد سدی هست که این کار را خواهیم کرد. این سد کشاورزی این استان را تغییر خواهد داد. این سد نیز به نوبه خود تولید برق خواهد داد. اگر ما از لحاظ فنی تصمیم بگیریم که ذوب آهن ایران در اصفهان یا حوالی اصفهان ساخته بشود، این برق کمک فوق‌العاده‌ای به این کار خواهد بود. صنعت ذوب آهن مسلماً ایجاد کننده صنایع بیشمار دیگری خواهد شد. صنعت آلومینیوم نیز کارگاه‌های متعددی را در این مملکت ایجاد خواهد کرد. صنایع پتروشیمی به مقدار غیر قابل پیش بینی، برای اینکه به قدری میدانش وسیع است که از حالا نمی شود پیش بینی کرد، ایجاد کارگاه‌های صنعتی در این مملکت خواهد بود. این برق‌های این استان به هر سمتی که لازم باشد و صنعتی ایجاد بشود کشیده خواهد شد. در رودخانه ارس با اشتراک همسایه شمالی خود مشغول ایجاد سدهایی هستیم که ما الان اگر تمام امکانات را در نظر بگیریم روزی قابلیت تولید شاید 1,000,000 کیلووات برق و آبیاری صدها هزار هکتار زمین‌های زراعتی خواهد داشت. نصف این برق به سمت ایران خواهد آمد. پس ما آذربایجان را به وسیله برق ارزان می توانیم صنعتش را راه بیاندازیم. از حالا نقشه کمربندی شبکه برق البرز در مطالعه است. تأسیسات برق تهران تا قریب 2 سال دیگر به قدری زیاد خواهد شد که در حدود 270,000 کیلووات به برق موجود تهران اضافه خواهد شد. می توانیم باز هم از گازهایی که در منطقه سراجه پیدا شده است یا مراکز نیروی دیگری در اطراف تهران ایجاد بکنیم و گاز سراجه را هم توانیم از یک مسیری که مشغول مطالعه هستند به اصفهان برسانیم. این کمربند برق البرز که می تواند تا گرگان برود و اگر لازم باشد از این سمت به تهران و 2 مرتبه به سد سفیدرود وصل بشود و از این طرف به تأسیسات برق آذربایجان متصل بشود، امکان خواهد داد که دشت قزوین را مطابق آخرین متدهای فنی ما به وسیله حفر چاه‌های عمیق آبیاری کنیم. در ساحل مازندران چاه‌های نیمه عمیق به وسیله برق به کار خواهد افتاد. وضع مملکت با رسیدن برق به دهات و برق ارزان برای صنایع و کشاورزی به کلی تغییر خواهد کرد. سیاست ما در آتیه این خواهد بود که تمام فرآورده هایی که مورد مصرف عمومی است
به قدری تولید بشود که قیمت آن به حد اقل امکان در دسترس مردم برسد. مثلا در آتیه شما شاهد تنزل فاحش قیمت برق خواهید. کشاورزی ایران طوری باید ترقی بکند که محصول مثلا چغندر ایران به هکتار از وضع فعلی برسد. اول هدف ما 30 تن در هکتار، تا روزی به خواست خدا به 40 و 45 تن نیز برسد. آن وقت است که قیمت شکر یا قند تمام شده کارخانجات ایران به قدری تنزل خواهد کرد که شما در آتیه قند را به خیلی ارزانتر از قیمت فعلی مصرف کنید. با وسایل آبیاری و رساندن کود شیمیایی به مزارع برنجکاری، با وجودی که درآمد کشاورز برنجکار به مراتب از حالا بالاتر خواهد رفت، روی ازدیاد تولید قیمت برنج مسلماً به قیمت‌های بین‌المللی خواهد رسید، بلکه از لحاظ داخلی کمتر و شما برنج را به خواست خداوند ارزانتر مصرف خواهید کرد. وارد تمام جزئیات متاسفانه نمی شود شد، وقت زیاد لازم است، ولی اساس سیاست این است که این مواد مصرف عمومی که البته مصرف کننده اکثریت مردم هست، سیاست آتی ما در این است که قیمت این مواد مسلماً پایین‌تر بیاید. پس با صنعتی شدن مملکت و به هم خوردن درصد جمعیت و اشتغال پیدا کردن 75% جمعیت مملکت در شهرها و در صنایع، ما از 2 سال پیش به فکر تأمین منافع طبقه کارگر ایران افتاده. نه فقط قوانین کار ایران را ما اگر لازم باشد تکمیل می‌کنیم، ولی ابتکاری کردیم که از لحاظ قانونی شاید در کمتر نقطه از دنیا سابقه داشته باشد. یعنی کارگر ایرانی را در سود ویژه کارخانجات تا 20% شریک کرد. این منظور فقط یک کمک اضافی و مالی به کارگر نیست. در این امر ما می‌خواهیم به احترام شرافت ذاتی کارگر نشان بدهیم که وجود او، قدرت بازوی او مورد استفاده استثماری نیست. اگر در جای کار می کند، فقط به عنوان یک مزدور خالی نیست. او در سهیم شدن یک حصه‌ای برای خودش قائل است. فکر می کند که این کاری که انجام می دهد به طریقی در این کار شریک است، نه فقط از لحاظ زحمت، ولی از لحاظ احترام گذاشتن به کار، به شخصیت او. البته در وضع او گشایش مالی حاصل می شود. روز اول که این پیشنهاد را کردم،
عده زیادی ترسیدند، گفتند در این مملکت پس دیگر چطور سرمایه گذار جرأت بکند و تشویق بشود که سرمایه گذاری بکند در صورتی که در سود کارخانهش کارگر وارد میشه، این فردا اظهار نظر خواهد کرد در طرز کار کارخانه و به کلی سیستم کار به هم میخوره. پافشاری کرد. این کار تا به حال در کارگاه‌های متعددی عمل شد. خوشبختم بگویم که همون کسانی که روز اول این طور اظهار وحشت می کردند امروز نه فقط صدایی از اونها در نمی آید، بلکه معترفند که به مراتب فراورای کارخانه بالا رفته است، ضایعات کمتر شده است و اگر کارگر استفاده بیشتری می رود این به ضرر کارفرما نیز تمام نشده است. به هر صورت این کارفرما باید بداند که غیر از یک محیط صمیمیت که در کارخانه باید حکمفرما باشد، محیط جبر و زور و اکراه برای هیچ کس فایده‌ای ندارد. برنامه‌های دیگری که برای رفاه کارگران داریم، همچنین رفاه همه ملت ایران، این است که شرایطی فراهم بشود که یا خانه‌های سازمانی یا شرکت‌های تشکیلاتی پیدا بشود که خانه‌هایی بسازند و به کارگران و سایر افراد مملکت ایران به اقساط مناسب بفروشند. بیمه‌های اجتماعی ما باید از هر حیث جوابگو و تکافوی احتیاجات مردم ایران را بدهد. این بیمه‌های اجتماعی فعلا در امر کارگری است، ولی اجتماع مترقی ایران لازم خواهد داشت که بیمه‌های اجتماعی در هر قسمتی و به هر طبقه‌ای سرایت بکند و هر فرد ایرانی که به دنیا می آید و تا آن روزی که چشم از این دنیا برمی بندد یک طوری خودش را در تحت سایه و حمایت بیمه‌های اجتماعی محفوظ بداند. مرض، اتفاقات، تصادفات، تصادمات و بیمه‌های سالخوردگی یک فرد ایرانی در اجتماع مترقی آینده ایران این موقعی که سالخورده می شود، این نمی تواند مثل یک حیوانی برود در یک گوشه‌ای کذب کند تا موقعی که مرگ او را خلاص بکند. البته در قسمت‌های دولتی بازنشستگی داریم، ولی افراد دیگر ملت ایران که کارمند دولت نیستند باید به یک طریقی بیمه بشوند و ایام کهولت و پیری خود را در رفاه و آسایش بگذرانند. برای انجام تمام این کارها ما احتیاج به یک کادر متبحر و متخصص داریم. برای این کار آموزش و پرورش ایران باید به کلی زیر رو بشود. فرزندان این مملکت برای ایجاد این وضعی که برای شما تشریح کردم باید آماده و جاهز باشند، چون بیشتر این کارها جنبه فنی خواهد داشت و تخصصی خواهد داشت. مدارس حرفه‌ای ایران باید به مقدار فوق العاده زیادی تکثیر بشود. البته مدارس علمی نیز به جای خود اهمیت خود را خواهد داشت.
برای اینکه یک همچین اجتماع مترقی احتیاج به عالم هم دارد و این علم را ما سعی می‌کنیم در دانشگاه‌های ایران به بهترین وجهی فراگرفتن آن را امکان پذیر بکنیم. دانشگاه تهران باید از هر جهت تکمیل بشود. دانشگاه‌های دیگر ایران به تدریج باید تمام دانشکده‌های لازم را داشته باشند و ما بتوانیم افراد دانشگاه دیده لازمی که برای اداره امور مملکت لازم هستند در داخل مملکت خودمون تربیت کنیم. البته من با رفتن به خارج برای تحصیلات عالیه علمی به خصوص برای دوره‌های تکمیلی مخالف نیستم، بلکه آن را مفید و لازم نیز می‌دانم، چون دیدن ممالک خارجی و آشنا شدن به خصوص با تکنیک جدید برای اجتماع آینده ما کمال ضرورت را دارد. به هر صورت آینده ما به خواست خداوند طوری درخشان است که آنی از فراهم کردن تمام وسایل رسیدن به اون آتیه نباید غفلت بکنیم. با وجود تمام اطمینانی که به اتحادهای سیاسی خود داریم، تا روزی که در دنیا خلق صلاح مطمئنی انجام نشود و اینکه گاهگاهی نیز علامت ضعف و فتوری در سازمان ملل متحد بینیم و همچنین گاهی جسارت‌هایی را نسبت به مملکت خود، به منافع خود میشنویم، آنی از تقویت لازم قوای دفاعی خود غفلت کنیم. با اطمینان به این که شما ملت نجیب ایران همیشه در تحت حفاظت پروردگار باری تعالی بوده اید و با پیروی از دین مبین اسلام و توجهات ائمه اطهار می‌دانم